هنوز هم عدم انطباقاتون رو به صورت کاغذی و مکتوب اعلام میکنید؟ برای بایگانی عدم انطباقاتون نیاز به زومکن، قفسه و فضای مناسب دارید؟ و یا اینکه سازمانتون یک بار هزینه سنگینی رو صرف خرید نرم افزار کرده؟ به نام خدا، من شاهین درویش هستم و امروز میخوام کم هزینه ترین و کاربردی ترین راه حل رو بهتون معرفی کنم. همونطور که میدونید به هر پیامدی که برای سازمان اثر منفی داشته باشد رو بهش عدم انطباق میگن. پس با توجه به این تعریف میتونیم بگیم که عدم انطباق یکی از مهمترین و کاربردی ترین ابزار در دپارتمان‌های مختلف در هر سازمان هستش. به عنوان مثال عدم انطباق در کنترل کیفیت حکم بازدارنده تولید محصول بی‌کیفیت می باشد. در واقع ما میتونیم با یک اجرای هدفمند و ساماندهی شده ضمن شفاف‌سازی و جلوگیری از تکرار بروز ایرادات شاهد یک فرایند پایدار و تحت کنترل و محصول بی‌نقص باشیم. به همین منظور یک سامانه ثبت عدم انطباق محصول مجهز به ارسال پیامک طراحی شده که کاملا بهینه و مرغوم به صرفه، کارآمد و استاندارد در راستای واکنش فوری می باشد. از مزایای این سامانه می توان به کاهش هزینه همچون عدم خرید کاغذ، زومکن، قفسه و فضایی برای بایگانی، دسترسی سریع و آسان و یکپارچگی اطلاعات، عدم مفقودی اسناد و تعجیل در اطلاع رسانی، سیستمی برای واکنش فوری در راستای جلوگیری از تولید محصول بی‌کیفیت مطابق با الزامات مشتری، سرعت بخشیدن در ثبت اطلاعات و اثر بخشی اقدامات اشاره کرد.